بریم با هم توی DM یه دوری بزنیم و چیزایی که از نظر من عالی هست رو بهتون نشون بدم. اولیش این ماسک خاکروس هست که برای کسایی که روی پوستشون آکنه دارن خیلی مفیده و باعث پاکسازی عمیق پوست میشه و چون حجم خیلی زیادی داره حتی اگه روی بدنتون هم آکنه دارین میتونین ازش استفاده کنین، حجمش زیاده. دومین چیز بایو اویل هست که برای از بین بردن ترک‌های پوستی و همچنین بازسازی پوست عالیه، البته باید مداوم استفاده بشه. قرص بیوتین بهترین مکمل برای کسایی که میخوان موهاشون رو تقویت کنن یا ریزش مو دارن، همچنین برای پوست و ناخنتون هم مفیده و ویتامین‌های خیلی زیادی داره. این یکی کلاژن مایع هست برای کسایی که میخوان از پیر شدن و چروک شدن پوستشون جلوگیری کنن. به صورت مایع داخل شیر یا بعضی نوشیدنی‌های دیگه میتونین ازش استفاده کنین. این یکی قرص اینتنسیو فقط برای موها ساخته شده برای اینکه ریشه موهاتون محکم‌تر بشه و به راحتی کنده نشه یا همش نریزه. رنگ موی شامپویی که روی موهای نمدار استفاده میشه و خیلی سریع و راحت تو خونه خودتون میتونین موهاتون رو رنگ کنین. مخصوصا برای کسایی که خودشون بلد نیستن موهاشون رو رنگ کنن، یه راه حل خیلی فوق‌العاده و عالی هست. محصول بعدی از بین برنده فوق‌العاده برای لکه ها هست و اصلا مهم نیست که لکه برای چی باشه، حتما امتحانش کنین. برای فرش، مبل و هر چیز دیگه میتونین ازش استفاده کنین. بعدی هم یه لکه بر عالی دیگه هست که اگه استفادهش کنی عاشقش میشی و هر لکه‌ای که حتی فکرش هم نکنی این میتونه پاک کنه. فقط کافیه روی لکه ها اسپری کنی و بعد از چند دقیقه بری دستمال بکشی، انگار نه انگار که اصلا لکه‌ای وجود داشته. اسپری رنگ مو برای عزیزانی که موهای سفید دارن و موهای سفیدشون زود در میاد و مجبور میشن کل موهاشون رو رنگ کنن. با این اسپری خیلی راحت میتونین موهای سفیدتون رو ریشه گیری کنین. بهترین کرم پود برای مصرف روزانه با کاور متوسط که داخل خودش هم ویتامین C داره و هم ضد آفتاب. محصول بعدی بهترین ریمل دنیاست. دنبال بهتر از این نگرد که اصلا وجود نداره. رژ لبی که تا نشورین از روی لباتون پاک نمیشه با تنوع رنگ فوق‌العاده زیاد. لیپ گلاساش که محبوب همه دختراست و مطمئنم همه دخترها حداقل چند تا رنگشو تو خونه دارن. شوینده حاوی ویتامین C از گارنیر برای کسایی که پوستشون لک داره و همچنین پوستتون رو شفافتر و روشن‌تر میکنه. با این اسپری روغن مو موهات مثل ابریشم میشه، بوی خیلی خوبی میده و خیلی راحت شونه میشه. من چند سال ازش استفاده میکنم و میبینین همش فروخته شده. عطر سیاه رنگم از دست ندین، خیلی خوش